برادلی یه بوکسور حرفه‌ای سنگین وزن بوده، ولی الان دیگه کارش تموم شده و توی مکانیکی ماشین کار میکنه. یه روز برادلی یه ماشین خراب رو که یه مشتری جدید آورده بود رو میبره سمت گاراژ، اما یهو رئیسش جلوشو میگیره و میگه بیا دفتر، کارت دارم. برادلی میفهمه جریان چیه، برای همین همونجا تو گاراژ میگه بهتره همینجا حرف بزنیم، من اصلا اهل دفتر و این چیزا نیستم. رئیس یه نگاه سنگین میندازه و میگه شرمنده، اوضاع کاری این روزا خرابه. برادلی مستقیم میپرسه یعنی اخراج شدم؟ رئیس میگه متاسفم. آره. برادلی چیزی نمیگه و میره سمت رختکن، وسایلشو جمع میکنه و با یه حال گرفته میره خونه. ولی وقتی میرسه میبینه زنش که اسمش لورنه تو ماشین نشسته و تلفنی داره با یه نفر حرف میزنه. لورن حال و هوای خیلی احساسی و عجیب و غریبی داره. برادلی هم که کل روز اعصابش خورد شده میره سمتش. لورن که کلا انتظار نداشته برادلی این وقت روز خونه باشه، یه لحظه کپ میکنه. برادلی هم زود شک میکنه و همینطور که داره بهش نگاه میکنه یه رد کبودی روی گردنش میبینه. اینجا دیگه معلوم میشه چه خبره. اون گوشی لورن رو میقاپه که ببینه جریان چیه. لورن هول میکنه و همونجا اعتراف میکنه که بهش خیانت کرده. برادلی یه لحظه سکوت میکنه، ولی دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه. اون بهش میگه برو تو و بعدش میزنه ماشین لورن رو با دست خالی خورد و خاکشیر میکنه و انگار داره ماشینو اوراق میکنه. اونا میرن تو خونه و بحثای سنگین شروع میشه. لورن و برادلی حسابی بحث میکنن و اینجا دو تا چیز خیلی مهم رو میفهمیم. اول اینکه اونا چند سال پیش بچه‌شون رو از دست دادن، یعنی سقط جنین داشتن و همین اتفاق ضربه روحی بدی به جفتشون زده. اونا از اون موقع به بعد کمتر با هم حرف میزدن و انگار هر کدوم تو خودشون بودن. دومی که هر دوشون یه زمانی با الکل مشکل جدی داشتن. لورن میگه فکر میکرده برادلی داره بهش خیانت میکنه چون شبا زیاد خونه نبوده، ولی برادلی قسم میخوره که هیچ وقت خیانت نکرد و میگه تو این مدت یه کار نیمه وقت داشته که از لورن پنهون کرده بوده. آخر سر جفتشون میزنن زیر گریه و از هم عذرخواهی میکنن. برادلی به لورن میگه بیا دوباره از اول شروع کنیم، ولی لورن که کلا هنگ کرده میگه خب چطوری میخوایم زندگیمون رو بچرخونیم؟ من همین الان به زور کار میکنم، تو هم که تازه بیکار شدی. اما برادلی میگه اشکالی نداره، زنگ میزنم به گیل. همین که اسم گیل میاد لورن گریهش میگیره و میگه نمیخوام شوهرم مواد بفروشه. ولی برادلی میگه این یه کار موقته، من که نمیخوام تاجر مواد بشم، فقط یه مدت نقش پیک رو دارم. یه سالونی میگذره. حالا برادلی رو میبینیم که تو محله‌های پایین شهر و جاهایی که پاتوق مواد فروشاست داره جنس تحویل میده. برادلی به خاطر شخصیت رک و رفتار حرفه‌ایش کلی آدم میشناسه و احترام خاصی براش قائلن. یکی از مشتری‌ها بهش میگه یه نمونه برام بیار، بهت قول میدم میتونم خوشحالت کنم. اما برادلی که مثل همسرش نیست قبول نمیکنه. اون جنس رو تحویل میده، پولشو میگیره و بعد سوار یه فراری نو میشه. برادلی میره یه جای متروکه و ماشین رو پارک میکنه. اون پلاکاشو باز میکنه و یه تور استتاری میکشه روش. بعدش هم گوشی رو در میاره و به گیل خبر میده و میگه معامله تموم شد. تو صحنه بعد میریم به خونه برادلی. بیرون از خونه دو تا فراری دیگه پارک شده و حال خونه شبیه یه عمارت شیک و لاکچری شده. برادلی میره داخل و لورن رو تو آشپزخونه میبینه که داره آشپزی میکنه. برادلی یه نگاه بهش میکنه و میگه چرا داری چاقو دستت میگیری؟ بذارش زمین، خطرناکه. لورن با یه لبخند عجیب جواب میده این بیشتر شبیه کار مامان است که میخوان بچه‌ها رو کنترل کنن، نزنشون رو. برادلی بغلش میکنه و میبرتش سمت اتاق خواب، ولی تلفنش زنگ میخوره و همه چی رو خراب میکنه. معلوم میشه که گیل زنگ زده و فوراً احضارش میکنه. برادلی میره سر قرار رو میبینه گیل منتظرشه. گیل میگه یه عضو مکزیکی از کارتل قراره بیاد و تامین کننده جدیدمونه. چند دقیقه بعد اون عضو کارتل همراه با دو تا محافظ وارد میشه. گیل بهشون اشاره میکنه و میگه این برادلیه، بهترین فروشنده ما. اون مرد خودش رو الیازار معرفی میکنه. بعد دو تا همراهش یعنی رومن و پدرو رو نشون میده. قرار برادلی توی مأموریت با رومن و پدرو همراه بشه، ولی از همون اول معلومه که برادلی اصلا از این قضیه خوشش نمیاد. اون میگه من عمرن با این برم واسه برداشتن محموله، این خودش معتاده. گیل که انگار منتظر همچین حرفی بوده سری میگه 2 سال پاکه، من کارمندامو همیشه تست میکنم. گیل همه تلاششو میکنه تا برادلی رو راضی کنه، چون خوب میدونه فقط یه آدم اصولی مثل برادلی میتونه از پس همچین تیمی بر بیاد. اون حتی شروع میکنه به یادآوری مشکلات برادلی با الکل. بالاخره گیل پیشنهاد میده که برادلی نتونه ردش کنه. 3 ماه مرخصی بعد از به دنیا آمدن بچهش. اینجا دیگه برادلی کوتاه میاد و قبول میکنه، ولی شرط میذاره که خودش مسئول تیم باشه و از الیازار هم میخواد که به همه بگه از این به بعد بدون چون و چرا باید به دستوراتش گوش بدن. همه توافق میکنن و شب برادلی راهی مأموریت میشه. موقع حرکت اون میبینه که رومن یه اسلحه همراهش داره. برادلی یه نگاه جدی بهش میندازه و میگه دستتو بذار پشت سرت، ولی رومن که انگار خیالش خیلی تخته میگه اگه قراره با من اینجوری حرف بزنی خودت برو محموله رو بردار. اینجا پدرو میاد وسط و به رومن میگه که باید به توافق پایبند باشه. برادلی که حوصله سر و کله زدن نداره خودشونو میگرده و اسلحه‌شو میندازه تو آب و میگه نمیخوام کسی الکی به خودش شلیک کنه. بعدش همگی سوار قایق میشن و حرکت میکنن. وقتی اونا میرسن پدرو میپره تو آب و محموله
محموله رو از کف دریا میکشه بیرون. ولی وقتی برادلی محموله رو میبینه حس میکنه یه جای کار داره میلنگه. اون سری میگه این محموله رو دوباره بندازین تو آب، بعداً جمعش میکنیم. اینجا رومن و پدرو از این همه دستور گرفتن خسته شدن و به خاطر همین یه مشت حواله برادلی میکنن و میرن سمت ماشینشون. ولی همونجا غافلگیر میشن. پلیسا دور تا دورشون رو میگیرن و یه درگیری مسلحانه شروع میشه. برادلی اولش میخواد فرار کنه ولی حس میهن‌پرستی و اخلاقش نمیذاره. اون تصمیم میگیره به پلیسا کمک کنه. اون یه گلوله به پدرو شلیک میکنه ولی رومن که عصبانی‌تر از همیشه شده یه رگبار گلوله سمت برادلی میفرسته. برادلی موفق میشه بپره تو آب و جون سالم به در ببره. تو همین حین یکی از پلیسا یه گلوله به سر پدرو میزنه و خلاصش میکنه. اینجا برادلی هم یواشکی میره سمت رومن. اون با یه ضربه زخمیش میکنه و با چند تا مشت محکم نقش زمین میکنتش. بعد از این دعوا برادلی خودش میره سراغ پلیسا و تسلیم میشه. وقتی بازجویی شروع میشه کاراگاه بهش میگه شجاعتت منو تحت تاثیر قرار داد. کارای تو باعث شد هیچ کدوم از مامورای ما کشته نشن. اما بعدش اضافه میکنه با این حال اینا باعث نمیشه که از مجازات فرار کنی. البته اگه توی تحقیقات همکاری کنی شاید شرایط یکم بهتر بشه. کاراگاه سعی میکنه احساسات برادلی رو قلقلک بده و بهش میگه چند ماه دیگه دخترت قراره به دنیا بیاد. الان این فرصت رو داری که اون رئیس بیشرفت رو لو بدی. اما برادلی صاف تو چشاش نگاه میکنه و میگه نه، نهایتا 4-5 سال زندان میکشم. آمادم مسئولیت کارمو قبول کنم. کاراگاه دوباره میگه کی کریستالا رو تامین میکرد. اما برادلی خیلی ریلکس میگه یه نفر که اسمش رو یادم نمیاد. کاراگاه میگه اگه لیست اسما رو نشونت بدم یادت میاد. برادلی یه لبخند نصف و نیمه میزنه و میگه از خوندن خوشم نمیاد. حتی فیلم زیرنویسدار هم نمیبینم. چند وقت بعد لورن میاد به دیدنش. ولی برادلی بهش میگه نمیخوام بیای دادگاه. فقط خودتو ناراحت میکنی و هیچ فایده ای نداره. حتی دخترم رو نیار زندان. نمیخوام اولین بار که میبینمش تو زندان باشم. لورن بغض میکنه و میگه هر چقدر هم طول بکشه منتظرت میمونم و دیگه اون اشتباه رو تکرار نمیکنم. امیدوارم این دفعه دروغ نگی. دادگاه تشکیل میشه و قاضی برادلی رو به 7 سال زندان محکوم میکنه. برادلی شوکه میشه و با خودش میگه اینم جواب کمک کردن به پلیسا. اونا برادلی رو میفرستن زندان فرانکلین جیمز، همون زندانی که همه بهش میگن یخچال. وقتی اون میرسه با یه صف طولانی و کلافه کننده برای ثبت نام روبرو میشه. یکی از نگهبانا ازش میخواد حلقه‌شو در بیاره. برادلی هم با بیمیلی حلقه رو در میاره ولی در صندوق رو یکم محکم میبنده. نگهبان با یه لحن مغرورانه میگه اینجوری نمیشه. حالا برو ته صف و دوباره از اول شروع کن. برادلی نفس عمیق میکشه ولی چیزی نمیگه و برمیگرده ته صف تا دوباره همه چی رو از اول تحمل کنه. یکم بعد برادلی رو راهی سلولش میکنن و بهش یه روپوش میدن که بپوشه. وقتی اون میرسه به بخش سلولا، یه زندونی مسن‌تر که انگار مسئول خوشامدگویی به تازه وارداست میاد جلو. اون همین اول قوانین اصلی زندان رو براش توضیح میده. بعد موقعی که دارن میرن سمت سلول، یکی از نگهبانا سر راه به برادلی میگه بیا باشگاه بوکس زندان. برنامه‌مون خیلی خفنه. خودم مربیم اینجا. اما برادلی یه نگاه بهش میندازه و خشک و خالی جواب میده علاقه ندارم. بعدشون زندانی مسن‌تر برادلی رو میبره سمت سلولش و بهش ساعت شام رو میگه. ولی برادلی که حال و روز خوبی نداره میگه شام نمیخورم. اون مرد یه شکلات از جیبش در میاره و به برادلی میده و میگه خیلی از تازه واردا شام رو دیرتر میخورن. اینو فعلا داشته باش. برادلی میره سلولش و اونجا مثل همیشه خشمشو با یه سبک مخصوص خودش خالی میکنه. شب موقع شمارش زندان نگهبان دوباره بهش گیر میده و برای دیر اومدن اذیتش میکنه. اون وسط حرفاش دوباره از باشگاه بوکس زندان میگه. اما برادلی اصلاً براش مهم نیست. شب یه اتفاق بد میفته. چند نفر به خونه برادلی حمله میکنن. لورن که با صدای حمله از خواب میپره حالش بد میشه و با تهوع خودشو به در اتاق میرسونه. اون یه اسلحه برمیداره ولی گنگسترها موفق میشن با آرام بخش بیهوشش کنن. صبح روز بعد برادلی رو میبرن پیش سرپرست زندان. سرپرست بهش میگه متخصص زنان همسرت زنگ زده و گفته مشکلاتی توی بارداری پیش اومده و میخواد حضوری باهات حرف بزنه. برادلی که حالا حسابی مضطرب شده منتظر میمونه تا ببینه جریان چیه. تو راه که دارن میبرنش برای ملاقات همون نگهبان اعصاب خورد کن میگه بیا باشگاه بوکس. کلی حال میکنی. وقتی برادلی میره تو اتاق ملاقات یه مرد غریبه اونجاست. برادلی سری میپرسه تو کی هستی؟ دکتر پیلمن کجاست؟ اون مرد خیلی خونسرد میگه بشین. بعد شروع میکنه به توضیح دادن خیانت تو باعث شده الیازار 3 میلیون دلار از دست بده. حالا تو باید این بدهی رو جبران کنی. بعدشون عکس لورن رو نشونش میده که دستاش بسته شده و میگه اگه لازم باشه ما یه پزشک از کره آوردیم که کارهای وحشتناکی بلده انجام بده. اون میگه این دکتر میتونه اندام جنین رو جدا کنه ولی بچه رو زنده نگه داره تا به دنیا بیاد. اون به برادلی میگه تو بعد کریستوفر بریج یکی از زندانیایی که توی زندان فوق امنیتی به اسم ردفیلد که توی بخش 99 هست رو بکشی. برادلی یکم
ریلکس میکنه و بعدش میگه منو به خاطر مواد مخدر گرفتن. با این اتهام چطوری میتونم برم زندان فوق امنیتی؟ اون مرد با یه لبخند عجیب جواب میده یه راه خلاقانه پیدا کن وگرنه اندامای بچه‌تو برات میفرستم. برادلی که حسابی تو فکر فرو رفته تو راه برگشت به سلولش متوجه میشه وقت زیادی نداره. اون یه تصمیم سری میگیره و به نگهبانی که قبلا هی گیر میداد بره باشگاه بوکس حمله میکنه. نگهبان که غافلگیر شده میگه فقط میخواستم وارد باشگاه بوکس شی، ولی حرف نگهبان دیگه اهمیتی نداره. یه مبارزه حسابی بینشون شروع میشه. برادلی که کلی تجربه داره خیلی زود کار نگهبانو میسازه و دستشو میشکنه. پشتیبانی سری سر میرسه و برادلی بدون مقاومت خودش رو تسلیم میکنه. اون از مکالمه‌شون میفهمه که این دعوا فقط باعث میشه به یه سطح پایینتر منتقل بشه، ولی برادلی که نقشه بزرگتری توی سرشه به تیم اسکورت هم حمله میکنه تا شرایط رو برای خودش بدتر کنه. وسط این دعوا یکی از نگهبانا یهو به همکار خودش از پشت ضربه میزنه و بیهوشش میکنه. اگه نمیخوای آخر عاقبتت مثل نگهبان بدشانس بشه و از خودی کتک بخوری، حتما همین الان کانال رو سابسکرایب کن. برادلی هم بعد از یه درگیری سنگین و تخلیه شوکر بالاخره میرسه به زندان فوق امنیتی ردفیلد. وقتی اون میرسه چند تا نگهبان مسلح و رئیس زندان جلوی در منتظرش هستن. رئیس زندان با نگاه مغرور شروع میکنه به توضیح قوانین. اینجا دیگه مثل اون زندان قبلی نیست که توش باشی. اینجا همه سرسخت‌ترن. بعد اضافه میکنه اینجا زندانی‌ها گرونن، ولی ما خوشحال میشیم که به دولت کمک کنیم بودجه‌شو با یه سری کارهای دیگه تنظیم کنه. برادلی همونجا به شدت تفتیش بدنی میشه. رئیس دستور میده که تمام وسایلش حتی حلقه ازدواجش رو بریزن رو زمین و بعد به نگهبانا میگه این تازه وارد رو بفرستین به بدترین سلول ممکن. وقتی برادلی به سلولش میرسه از بوی گند و تعفن دستشویی نزدیک بالا بیاره. نگهبانا میگن اگه خوب رفتار کنی 2 هفته دیگه میتونی بری یه سلول بهتر. برادلی فقط یه نگاه بهشون میندازه و پیراهنشو میکشه رو صورتشو دراز میکشه که بخوابه. اما چند دقیقه بعد برادلی رو از خواب بیدار میکنن تا بره یه دور تو حیاط زندان بزنه. وقتی اون میرسه به حیاط یکی از زندانیا میاد طرفشو شروع میکنه به حرف زدن. اون میگه بلوک 99 جایی که آدمای کاملا منزوی و روانی‌های خطرناک رو میفرستن. بدترین آشغالای زندان اونجان. برادلی لحظه فکر میکنه و بعد تصمیم میگیره که زودتر دست به کار بشه. اون راه میفته سمت یه گروه از زندانیا که مکزیکی هستن و یه جورایی تحریکشون میکنه. یکی از مکزیکی‌ها میپرسه میخوای کاری کنی؟ اینجا یه درگیری شروع میشه و برادلی حسابی همشون رو داغون میکنه. حتی چوب و چماق زندانیا هم خم به ابروی برادلی نمیاره. وسط این درگیری یکی از زندانی‌ها یه ضربه به سر دوستش میزنه و بیهوشش میکنه. اگه بازم نمیخوای مثل این زندانی بدشانس باشی حتما ویدیو رو لایک کن. آخر سر صدای رگبار از برج مراقبت دعوا رو متوقف میکنه. نگهبانا میان تو حیاط ولی برادلی دست بردار نیست. اون با خشونت نگهبانا رو هم کتک میزنه و دست یکیشون رو میشکنه. اما وقتی اسلحه رو میذارن روی سرش آروم میشه. نگهبانا یک کیسه میکشن رو سرش و میبرنش بلوک 99. اونا از پله‌ها میبرنش پایین تا میرسن به یه زیرزمین تاریک. اونجا بهش کمربند مخصوص میدن که شوکر الکتریکی روش نصب شده. رئیس زندان میاد جلو و طرز کار کمربند رو نشونش میده. اون یه دکمه رو فشار میده و برادلی از شدت شوک میفته روی زانوهاش. رئیس زندان خیلی جدی میگه هر تخلفی که کنی بهت امتیاز میدیم. مثلا برای اون دعوای اخیری که داشتی 25 امتیاز گرفتی. هر امتیاز یعنی یه شوک الکتریکی. هر وقت بخوایم وسط غذا خوردنت، خوابیدنت و حتی وقت دستشویی رفتنت میتونیم بهت شوک بدیم. بعدش نگهبانا برادلی رو میبرن به این سلول جدید. کف سلول پر از شیشه شکسته است. برادلی هنوز درست جاگیر نشده که یه شوک دیگه میزنن و اونم میفته روی شیشه. در حالی که هنوز درد شوک و شیشه توی بدنشه، از پنجره کوچیک سلول شروع میکنه به صدا زدن اسم کریستوفر بریج. ولی یکی از زندانیا میگه اینجا کریستوفر بریج نیست. برادلی میخواد جواب بده ولی دوباره با یه شوک دیگه حرفش قطع میشه. چند دقیقه بعد نگهبانا میبرنش توی راهرو. اونا شروع میکنن به اذیت کردنش با شوکر. یکیشون میگه تا وقتی نگفتیم نباید پلک بزنی. بعدشون اون یکم میخندن و میگن دوستات میخوان ببیننه. اونا برادلی رو میبرن سمت انتهای راهرو. برادلی اونجا با الیازار و دار و دستش توی سلول بزرگ و راحت روبرو میشه. تو همین لحظه اون میفهمه که مقامات فدرال الیازار رو پیدا کردن و انداختنش اینجا. الیازار شروع میکنه همه مشکلاتش رو گردن برادلی انداختن و میگه به خاطر تو همه چیز از دست رفت. تو پدرو رو کشتی و خواهرم الان بیوه شده. نگهبانا کنترل شوکر برادلی رو میدن دست الیازار ولی تاکید میکنن و میگن فقط امروز نکشش. الیازار و نوچه‌اش که از خودشونه شروع میکنن به شکنجه کردن برادلی. وسط کار الیازار یه عکس از لورن رو نشونش میده و میگه ببین اگه بخوای ما رو اذیت کنی یا بر علیه ما کاری کنی دکترمون کار کثیفش رو روی لورن انجام میده. بعد هم برادلی بیهوش میشه. وقتی اون بهوش میاد میبینه توی سلول خودشه. برادلی سریع نقشه میکشه و کف کفشش رو جدا میکنه و یه جوری بین بدنش و شوکر قرار میده تا دیگه دردش رو حس نکنه. چند دقیقه بعد نگهبانا دوباره میان سراغش و میبرنش به راهرو. اونا دوباره شروع میکنن به شکنجه دادنش با شوکر ولی این دفعه برادلی نقش بازی میکنه و وانمود میکنه که داره درد میکشه. وقتی یه لحظه نگهبانا ازش غافل میشن برادلی بهشون حمله میکنه.
اون سریع خل سلاحشون میکنه و شروع میکنه به کتک زدنشون. توی این درگیری برادلی یکی از نگهبانا رو تصادفی میکشه و بعدشون یکی نگهبان رو میندازه توی یکی از سلولا و در رو قفل میکنه. تو سلول الیازار یکی از نوچه‌هاش داره با یک کیسه تمرین میکنه که یهو برادلی سر میرسه. اون نوچه که حسابی خودشو دست بالا گرفته بهش حمله میکنه، ولی برادلی میندازتش و بعدم صورتشو میکشه روی زمین. اینجا دو نفر دیگه از نوچه‌ها حمله میکنن که جلوشو بگیرن. برادلی باهاشون درگیر میشه و تو همین حین الیازار به دستگیرش زنگ میزنه و میگه اگه تا 10 دقیقه دیگه با تماس نگرفتم جراحی رو شروع کن. برادلی حریفاشو یکی یکی شکست میده و آخر سرشون رو مثل قوطی نوشابه با لگد له میکنه. الیازار که دیگه تهدیدش کار نمیکنه سعی میکنه برادلی رو متوقف کنه، ولی برادلی اهمیت نمیده. اون پاشو میشکنه و مجبورش میکنه به دستیارش دستور توقف جراحی رو بده. الیازار مقاومت میکنه، ولی برادلی دستشو میگیره و شروع میکنه کشوندنش به سمت سلول بقیه زندانیا. اون با خونسردی میگه دارم میبرمت سمت یه مشت آدم که لت و پارت کنن. الیازار دیگه نمیتونه طاقت بیاره. بالاخره کوتاه میاد و به دستیارش میگه لورن رو آزاد کنین و ببرینش پیش گیل. برادلی هم یهو میبرتش توی سلولی که اون نگهبانو توش انداخته بود و میگه همینجا بمون. تو همین لحظه رئیس زندان با یه مشت از نیروهاش با عجله وارد بلوک سلولا میشن. برادلی داد میزنه اگه سعی کنین بیاین تو گروگان‌ها رو میکشم، من فقط منتظر یه تماسم، بعدش تسلیم میشم. تو همین موقع دستیار الیازار و اون جراح لورن رو میبرن خونه گیل. وقتی ماشین وارد حیاط میشه گیل سریع تفنگ در میاره و دستیار الیازار رو میکشه. لورن هم اسلحه رو میقاپه و وقتی جراح سعی میکنه فرار کنه میزنه اونو هم میکشه. بعدش گیل به برادلی زنگ میزنه و میگه همه چیز امنه، خانوادت در امانت. بعدم گوشی رو میده دست لورن. لورن میگه میخوای با دخترمون صحبت کنی؟ برادلی که دیگه بغض کرده میگه آرزو میکنم سالم و باهوش بزرگ بشه. وقتی لورن میگه بچه‌شون بعد از شنیدن صدای باباش تکون خورد، برادلی دیگه نمیتونه جلوی اشکاشو بگیره. اون خداحافظی میکنه و تلفنو میشکنه. برادلی برمیگرده توی سلول. اون میره سراغ الیازار و سرشو میبره توی توالت و با یه لگد محکم میکوبه روش. یه دقیقه بعد نگهبانا به سلول حمله ور میشن. نگهبان ارشد اسلحه رو به سمت برادلی میگیره و میگه دستتو بذار پشت سرتو بشر. برادلی اطاعت میکنه، ولی در کمال تعجب نگهبان بیرحمانه بهش شلیک میکنه و میکشتش. نتیجه گیری اگه رئیست بهت گفت کیف پر از پولی که توی دستت رو بنداز توی آب، اصلا نپرس چرا و فقط به حرفش گوش کن، چون اگه گوش نکنی ممکنه عامل شکستن 10-20 تا دست و پا و گردن بشی. اگه از این مدل فیلم‌ها خوشت میاد بهت پیشنهاد میکنم حتما این فیلم رو که درباره یه پسر بچه است که میخواد برادرش رو از دنیای گنگستری نجات بده و نذاره تبدیل به یه قاتل بشه رو ببینی. بهت قول میدم پشیمون نمیشی. تا ویدیوی بعدی فعلا.